دخترت دست خورده است. مایه ننگ خانواده است. بهتره از اینجا برید. سلام، به کانال ما خوش اومدید. امیدوارم که از داستان امروز لذت ببرید. من توی خانواده اصیل به دنیا اومدم. برای خانواده‌ام خیلی مهم بود که با چه کسی ازدواج کنم. برای همین اصرار داشتن که با دختر خالم ازدواج کنم و برای ادامه تحصیل به کانادا مهاجرت کنم. دختر خالم میلداش هم شرایط مالی خوبی داشت، هم جایگاه اجتماعی خوب. وارد دانشگاه که شدم خیلی شیطون بودم. ظاهر خوبی داشتم. تو همون ترم اول یکی از دخترای کلاس که اسمش ستاره بود خیلی دور و بر من میگشت. اما من تمام تمرکزم به درس بود. به چیز دیگه‌ای توجه نمی‌کردم. یه روز یکی از دوستام گفت معلومه فاز چیه؟ همه از خداشونه با ستاره دوست بشن. اما تو انگار که نه انگار. چرا محلش نمیذاری؟ من ازش خوشم میومد. اما نه اون جوری که فکر کنم عاشقشم. اصلا هم اهل رابطه نبودم. تا اینکه یه روز که هوا بارونی بود و از دانشگاه زدم بیرون. دیدم ستاره توی خیابون با یه چتر وایساده و منتظر ماشینه. کنارش وایسادم و گفتم سلام، کجا میرید؟ برسونمتون؟ اولش موافقت نکرد، اما وقتی اصرارم رو دید قبول کرد و سوار شد. اون روز توی ماشین با هم حرف زدیم. ازش خوشم اومده بود. یه ظرافت خاصی توی حرف زدنش داشت. چهره معصومی داشت. رسیدیم به سر خیابون و گفت من رو همینجا پیاده کنید. میخوام از سوپرمارکت خرید کنم. خونمون همین نزدیکیه. خودم میرم. از اون روز به بعد هر روز توی دانشگاه بین کلاسا میرفتیم و کافه دانشگاه و با هم دیگه حرف میزدیم. گاهی هم من اون رو میرسوندم خونش. اما بهتره بگم همون سر کوچه. هیچ وقت نمیذاشت من تا در خونه برسونمش. میگفت پدرم حساسه و نمیخوام کسی متوجه رابطه ما بشه. من هم اصرار نمیکردم. 2 سال که از زمان دانشگاه گذشت هر دو حسابی به هم دیگه وابسته شده بودیم. همه جا با هم بودیم. یه روز ستاره اومد پیشم و گفت علی، برنامه‌ت برای آینده چیه؟ متوجه سوالش نشدم. بهش گفتم منظورت چیه؟ گفت من چند تا خواستگار دارم. پدر و مادرم اصرار دارن که من ازدواج کنم. اما صادقانه بگم من از تو خوشم میاد. اما نمیدونم برنامه تو برای آینده چیه. من قبلا به ازدواج با ستاره فکر کرده بودم. اما نه اونقدر جدی. نمیدونستم بهش چی بگم. دوستش داشتم. اما از قبل برای زندگیم برنامه داشتم. خانواده‌ام میخواستم من با دختر خالم ازدواج کنم. اما من دختر خالم رو فقط از این که به مصلحتمه میخواستم باهاش ازدواج کنم و هیچ علاقه‌ای بینمون نبود. چندانم همدیگر رو نمیدیدیم. اما همه منتظر بودن من دانشگاهم تموم بشه و همراه ایلدا دختر خالم به کانادا برم و همونجا ازدواج کنیم. اما مهر ستاره خیلی به دلم نشسته بود. میدونستم خانوادم مخالفت میکنن. برای همین تصمیم گرفتم که اول با پدرت ستاره صحبت کنم تا اونا هم به من زمان بدن تا خانوادم رو راضی کنم. تصمیم گرفتم هیچ چیزی رو راجع به دختر خالم به ستاره نگم. وقتی به ستاره گفتم میخوام با پدرت صحبت کنم، منو پیچوند و گفت باشه. یه چند روزی گذشت و رفتارای ستاره رو درک نمی کردم. تا اینکه یه روز اومد و گفت میخوام یه چیز مهمی رو بهت بگم. من پدر ندارم. در واقع پدرم و مادرم طلاق گرفتن و پدرم مادرم رو رها کرده. برای همینم من و مامانم توی خونه مامان بزرگم زندگی میکنیم. مادرم خیاطی میکنه. اما بدون تا الان هیچی برای من کم نذاشته. وقتی این حرفا رو از زبون ستاره میشنیدم نمیتونستم چی بگم. ظاهر ستاره، نوع رفتارش، همه چیز گواه اینو میداد که تو خانواده اصیل خوبی داره زندگی میکنه. اما حالا حرفاش یه جور دیگه بود. خیلی تردید پیدا کردم. اما نمیتونستم باز در مورد دختر خالم به ستاره چیزی بگم.
با این شرایط دیگه نمیخواستم عجله کنم. برای همین به ستاره گفتم بذار من بتونم یه جایی کار پیدا کنم، بعد با خانوادت حرف میزنم. میخواستم زمان پیدا کنم ببینم چی کار میتونم کنم. ستاره متوجه رفتارای من شده بود، اما خیلی به روی خودش چیزی نمی آورد، چون مطمئن شده بود قراره با هم دیگه ازدواج کنیم. 2 سال دیگه هم گذشت. درسم که تموم شد، تمام خانواده فشار آوردن که آماده مراسم عقد با ایلدا باشن. پدر و مادر من به کمک پدر ایلدا برامون توی کانادا خونه گرفته بودن و هزینه تحصیل توی کانادا هم فراهم بود. همه چیز برامون مهیا شده بود که با هم ازدواج کنیم. وقتی با مادرم در مورد ستاره حرف زدم به شدت ناراحت شد و گفت من حرفت رو نشنیده میگیرم. این یه احساس زودگذره. با آیندت بازی نکن. الان نمیتونی خوشی 2 تا خانواده رو بگیری. واقعا نمیتونستم آرامش خونه رو به هم بزنم. از طرفی نمیتونستم واقعیت رو به ستاره بگم. برای همین با ایلدا عقد کردم و از ایران رفتم. بدون این که به ستاره بگم. غیب شدن من بهتر از این بود که اون از همه واقعیت با خبر بشه و زجر بکشه. بعد از مهاجرتم فقط با یکی از دوستای دانشگاهم به نام ساسان در ارتباط بودم و ازش خواستم هیچی رو به ستاره نگه و اظهار بی‌اطلاعی کنه. 2 سال بعد پدر ایلدا فوت کرد. مادرش هم تو شرایط روحی و جسمی خوبی نبود. برای همین با ایلدا به ایران برگشتیم تا ایلدا یه مدت کنار مادرش باشه. حال روحی ایلدا به خاطر مرگ پدرش و مریضی مادرش خوب نبود. برای همین مرتب به کلاسای یوگا میرفت تا حالش رو بهتر کنه. منم وقتی کانادا بودم به خاطر شرایطی از کار اخراج شدم. به خاطر شرایطی ایلدا نتونستم بهش چیزی بگم. یه روز ایلدا بهم گفت تولدم نزدیکه. بیا به خاطر مامان یه جشن بزرگ بگیریم و همه فامیل رو دعوت کنیم. تو همون ماشینی که میخواستی توی کانادا برام بخری رو همینجا بخر. من که بیشتر پولامو از دست داده بودم و نمیتونستم به بقیه چیزی بگم، چون احساس سرفکندگی میکردم. همه توی فامیل از موفقیت من و ایلدا صحبت میکردن. نمیخواستم تو چشم خانوادم و بقیه یه شکست خورده باشم. برای همین تصمیم گرفتم از یه نفر پول قرض بگیرم و تا وقتی برمیگشتم کانادا و به بهانه برگشت از بابام پول میگرفتم و بالاخره یه کاری هم پیدا میکردم و میتونستم اون پولو برگردونم. تنها کسی که میتونستم ازش کمک بخوام ساسان بود. ساسان یه نفر رو بهم معرفی کرد. پول قرض میداد اما 2 برابرش رو میگرفت. اینقدر به ساسان اعتماد داشتم که همه ماجرا رو به ساسان گفتم. رفتم و از یه نفر که ساسان میگفت از آشناهاست پول رو گرفتم. طرف رو مستقیم ندیدم. فقط یه چک رو امضا کردم و ساسان چک رو بهش داد. با اون پول برای ایلدا ماشین خریدم و یه جشن خیلی خوبی برگزار کردم. همه حسرت زندگی ما رو میخوردن. من و ایلدا عاشق هم نبودیم، اما خب همدیگر رو دوست داشتیم. اما متاسفانه حال خاله‌ام هر روز بدتر میشد و ما مجبور شدیم بیشتر از 1 ماه بمونیم. یه روز وقتی تو خونه مامان ایلدا که همون خاله‌ام میشد همه خواب بودیم، صدای آیفون در اومد. ایلدا رفت در رو باز کنه. با یه صدای بلندی گفت علی بیا پلیسه. بدو رفتم دم در رو دیدم. آره پلیسه. کسی که ازش پول گرفته بودم مهلت چک 1 ماه هم رسیده بود، اما چون تو حسابم پول کافی نبود ازم شکایت کرده بود. از اینجا دیگه همه چی به هم خورد. مجبور شدم به ایلدا دروغای بیشتری رو بگم، اما دیگه باور نمی‌کرد. نتونستم چک رو پاس کنم. من رو بردم به بازداشتگاه تا اینکه پدر و مادرم همون روز فهمیدن. انگار همه چیز دست به دست هم داده بود. پدرم حسابش بلوکه شده بود و نمیتونست پولی رو اون روز پرداخت کنه. فردای اون روز یه زن رفته بود در خونه مامان ایلدا و داد و بیداد را انداخته بود که این مرد پول منو خورده و بهم نمیده. خالم هم از ترس اینکه آبروش بره به یکی از فامیلا زنگ زده بود.
اومدن پلیس و بازداشت شدن من و سر و صدای اون زن باعث شده بود که همه توی کوچه و فامیل یه جورایی از ماجرا باخبر بشن. یکی از عموهام 2 روز بعد از بازداشت شدنم که یه روزش به جمعه خورده بود اومد و چک من رو پاس کرد و آزاد شدم. اما چه آزاد شدنی؟ وقتی بیرون اومدم چند روز بعد خالم به خاطر فشار و استرس زیاد توی آیسیو بستری شد و بعد از اونم چند روز بعدش فوت کرد. ایلدا ازم بیزار شده بود. نمیدونستم چی کار کنم. میگفت دیگه نمیخواد با هم زندگی کنه. اینقدر عصبانی بودم که همه چیز رو از چشم ساسان میدیدم. اون بود که اون فرد رو به من معرفی کرده بود. چرا جلوش رو نگرفته بود؟ وقتی در خونه ساسان رفتم و زنگ زدم با کمال ناباوری دیدم که ستاره در باز کرد. خیلی شوکه شده بودم. دنیا رو سرم میچرخید. فقط گفت حالا یکم با هم دیگه برابر شدیم. اصلا دلیل این ظلم ستاره رو درک نمی کردم. بهش گفتم آخه چرا؟ چرا بدبختم کردی؟ گفت همون روزا که تو به من وعده ازدواج میدادی و همه جا دستمو میگرفتی و بغلم میکردی، یه روز عموم ما رو دیده بود و به مادرم گفته بود دخترت دست خورده است، مایه ننگ خانواده است، بهتره از اینجا برید. روزی که اومدم ماجرا رو بهت بگم تا جلوی عموم و مادرم ازم دفاع کنی، فهمیدم غیبت زده. تا اینکه ساسان ماجرا رو بهم گفت. فقط بدون ساسان از تو مردتر بود. دوستم داشت اما به خاطر تو هیچ وقت بهم نگفت. نمیدونم اگه عشق ساسان نبود من الان کجا بودم. اما بدون به خاطر کار تو مادر من دوباره آواره شده بود و از قصه MS گرفت. تو با زندگی من بازی کردی. حالا من فقط یکم با تو بازی کردم که بدونی بازی خوردن چه طعمی داره. الان 1 سال از اون ماجرا گذشته. بعد از اون روز دیگه ساسان و ستاره رو ندیدم. چندین بار رفتم در خونشون اما هیچ کس در رو باز نکرد. انگار غیبشون زده بود. ایلدا درخواست طلاق داد اما من باهاش موافقت نکردم. تا اینکه مهریش رو گذاشت اجرا و گفت اگه با طلاقش موافقت کنم مهرش رو میبخشه. منم مجبور شدم که با طلاقش موافقت کنم. بعد از اون تنهایی به کانادا برگشتم. دیگه روی دیدن خانواده‌ام و پدر و مادرم رو نداشتم.